پزشکی تاجیک نظامی‌دینجان 5 سال است که در شهر مسکو کار میکند. او قلب شناس است و تجربه 3 ساله کار در یکی از بیمارخانه‌های وادی بخش تاجیکستان را دارد. ولی حالا در پایتخت روسیه همچون پیشخدمت کار میکند. اجاره نشینی و معاش کم او را به مهاجرت آورد. در مسکو او دنبال کاری هست که تواند از روی اختصاصش کار کند. در تاجیکستان شرایط وضع معاشا کم، برای همین به روسیه آمدیم کار کردیم. نکه انشالله با پستوپینیا با پیش میریم، با کار میکنیم. حاضر من در روسیه در آشخانه کار میکنم، نکه آینده دکتری خود را دوام میدهم. چند پزشک تاجیک در شهر مسکو و نوسیبیرسک نخواستند هویتشان آشکار شود، به رادیو آزادی گفتند که با امید کاری خوب و معاش بهتر به روسیه آمده در سراغ کار هستند. این در حالی است که در این کشور پزشکان تاجیک در اکثر بیمارخانه‌ها دیده می شود. در ختلان جنوب تاجیکستان مقامات محلی میگویند که اینجا نارسایی پزشکان مشاهده می شود. بر اساس آمار رسمی در 2 سال اخیر زیاده از 80 پزشک از این ولایت به مهاجرت کاری رفته‌اند. سبب اساسی خیلی که ما در وقتی که تحلیل کردیم همون یعنی ورقه‌هایی که پیشنهاد میکنن برای مؤسسه‌ها، سبب اساسی آنها برای برنامه‌های مخصوص که کارکرد میکنن و امتیازها جدا میکنن برای به دست آوردن همون امتیازهایی که طبیبای بعضی طبیبا و هم کارمندان ساحه به دست آوردن مهاجرت میکنند. بعضی از پزشکان تاجیک میگویند در روسیه برای آنها معاش با مراتب بلندتر از تاجیکستان پیشنهاد می شود و هم گرفتن شهروندی روسیه آسانتر است. در جامعه تاجیکستان این نگرانی ها زیاد است که وقتی متخصصان بلند اختصاص کشور را ترک میکنند، طبابت بیماران بر عهده پزشکان کم تجربه میافتد. طبق گزارش رسمی وزارت تندرستی الان در کشور 385 پزشک نمیرسد.